سلام. این خوب سلام، این مجموعه ویدیوها با نام وانموش درمانی. من اکبربوق هستم و مجید همراهی عزیز متخصص نمایش درمانی به سوالای من پاسخ میده و من دارم ازش یاد میگیرم. توی این قسمت سوال من اینه که قبلا گفتی که مورینا شروع کرد تو 1940 به بعد این حرفا. قطعا این یه چیزی نیست که یه مرتبه به وجود اومده باشه. شاید اون تونست پای ریزی بکنه، جا بندازه، نظریه پردازی بکنه، دربارش حرف بزنه، بنویسه، تجربه کنه. اینا پیشینش چیه؟ یه مقدار درباره پیشینش صحبت کنیم. مثلا تو ایران بر اساس فرهنگ ما، ادبیات، کتابایی که برجا مونده، داستانی که برجا مونده. اگر بخوایم در واقع رجوع کنیم به ادبیات کهن و ادبیات کلاسیک ما، می‌بینیم خیلی از داستان‌ها هست که در واقع میشه امروزه با رویکرد و روش نمایش درمانی اونا رو تفسیر کرد. از این در واقع از این جمله قصه ها و داستان ها، یکیش داستان خود بوعلی سیناست با شاهزاده مالی خولیایی ری که فیلم گاو رو هم اینکه با الهام از اون داستان حالتی فکر میکنه که گاو دقیقاً ایشون دچار بیماری مالی خولیا میشه و در واقع توهمش اینه که گاوه. صبح تا شب تو حیات قصر این ور اونور میدوه، نه غذا میخوره نه دارو میخوره. میگه که منو ذبح کنید و از گوشت من هریسه درست کنید که غذای درست بکنید بدید دیگران بخورن. خب در واقع ایشون جانشین پادشاه باید بشه. حاکم ری میمیره و چون 2 تا فرزند بیشتر نداشته و فرزند بزرگترش این آقا به نام مجدالدوله بوده، مادر تمایلش برای اینه که این جانشین پادشاه بشه. اما چون بیمار هست به بلاد مختلف پیغام میده که یک طبیبی، درمانگری، اگه کسی بتونه اینو درمان بکنه ما در واقع دبیری دربار در واقع این حاکم رو هم به ایشون میدیم. بوعلی سینا میگه من اینو درمان میکنم. میگه بهش بگین که فردا قصاب میاد که تو رو ذبح بکنه. خب طبیعیه به بیماری که توهم گاوی داره اون خوشحال میشه از اینکه فردا میاد بالاخره به خواستش میرسه و ذبحش میکنن. بوعلی سینا فردا میاد، لباس قصاب ها رو میپوشه، به کسوت قصاب ها چاقو بر چاقو میزنه. اون افراد کمکیش که امروز ما بهشون میگیم یاوران نمایشی رو به کار میگیره. میگه اون گاو بیارین، دست و پاشو ببندید بر کسوت گاو ها که ذبحش بکنیم. خب دست و پاشو میبندن، درازش کردن روی زمین. بوعلی به بدنش دست میزنه، میگه این گاو که گوشت نداره. وقتی گوشت نداره طبیعتاً به درد غذا هم نمیخوره، به درد هریسه هم نمیخوره. اینجا بوعلی با این روش مداخله درمانی شروع میشه، تکنیکی که امروز ما بهش میگیم بازی توهم. بیمار میبینه خب در راست میگه من گوشت ندارم، میگه خیلی خوب این غذاها و این گیاها رو بهش بدین، بعد از یه مدت چاق که شد سرش میبریم. بیمار به توهم چاق شدن داره این گیاها رو میخوره و این گیاه دارویی که بوعلی تشخیص داده. غذا هم میخوره که چاق بشه که بعد بتونه ذبحش بکنه. به این روش بوعلی سینا میتونه در واقع اون شاهزاده رو درمان بکنه. جالب بهتون بگم در سیر تاریخی یادم بچگی شنیده بودم ولی شما از این دید که شما دارید نگاه میکنید به قضیه نگاه نکرده بودم. فکر کنم قدیفا میشه کلک میزنه. نه، سیر تاریخی مطالعات بوعلی سینا رو که نگاه میکنیم میبینیم بوعلی سینا وقتی که داره آثار ارسطو رو میخونه با رویکردهای مختلف در علوم مختلف، چون تا به امروز کسی به اندازه هوش بوعلی سینا نیومده. بوعلی سینا وقتی فنشه در نیاد یکی از باهوشا بوده. یکی از باهوشا خوبه. یعنی وازی در نیاد. در واقع بعد از اینکه فن شعر ارسطو رو میخونه، کتاب بوتیقا رو میخونه، داریم اشاره‌ای خیلی واسه من جالبه. تو پیشینی تاریخی نگاه میکنی در واقع مراحل مطالعاتی بوعلی سینا. از بعد از اینکه اینو مطالعه میکنه در واقع به دنبال این میگرده که در طبابت به چه دردی میخوره این کار، در مثلا نجوم به چه دردی میخوره این کار. هر کدوم از این کتاب‌های افراد مختلف رو که مطالعه میکرده میگشته ببینه تو اون یکی علم به چه دردی میخوره. بعد از مطالعه فن شعر امروز ما با کلاسش میگیم مثلا دانش‌های بین‌رشته، استفاده از این دانش توی یک دانش دیگه. اصلا بوعلی سینا پیشرو این نظریه است.
پیشرو اولین نفر بین نیست. رشته، نه قطعا اولین نفر نیست، یا تنها نفر نیست، تنها نفر هم نیست. چون برمیگردی شما داستان، چون نزدیک فکر میکنم 10 قرن پیشه بوعلی سینا، 1000 سال پیشه. خب کم نیست 1000 سال پیش همچین ایده نمایشی برای درمان یک فرد، چیزی که الان ما 10 قرن الانش هم شما به پزشکا بگی شاید بگن نپذیرن یا باورش نکنن. اما در واقع داستان‌های متعدد و مختلفی هست که بوعلی سینا از این رویکرد استفاده می‌کرده، اما اسمش نمایش درمانی نبود. برای ایشون به عنوان یک روش مواجهه استفاده کرده. مثلا روانکاویان هم پزشکی که مال قرن 19 هم ببره. دقیقاً. ولی به عنوان یکی از روش‌های مواجهش با بیماران ازش استفاده کرده. در قصه های شاهنامه، مثلا یکی از داستان‌های شاهنامه داستان زاله که حتما خیلی از مخاطبای ما اونو خوندن، خود شما حتما مطالعه کردین. اونجا هم روشی به کار گرفته میشه برای اینکه عقده حقارت سام پس زده بشه، که بچه‌اش سفید به دنیا اومده مثل پیرمرد، دقیقاً رفع مسئله بشه. بازی نمایشی را میندازن، پهلوانی درست میکنن، سوار بر اسبش میکنن، ساز و آواز و رامشگران میان تا ایشون بپذیره که بله از پشته این فرزند موسفیدش که در کودکی گفته ببرید بندازینش، ببرید توی کوه رهاش بکنید، از پشته او پهلوانی زاده خواهد شد که تمام خاندان تو را متحول خواهد کرد که بعدها در واقع رستم زاده میشه. ایشون میپذیره این فرزند رو برگردونن با در واقع پشتوانه ذهنی که بعداً پهلوانی از او زاده خواهد شد. عقده حقارتش پس زده میشه و بیماریش جالبه. اصطلاحات امروزی داری استفاده میکنی، گرچه به هر حال موقع نه دانشش بوده و نه استفاده میشده، ولی حالا نمیدونم غریزی با دانش زیاد یا با اطلاع نویسندگان، سرایندگان، شاعران یا حالا پزشکان مثل ابن سینا و غیره، با اطلاعی که داره از دانش‌های دیگران میان و توی کارهای خودشون از این استفاده میکنن. مثلا فردوسی توی حالا سرایش‌هاش، تو داستان سراییش یا ابن سینا تو دیگه همین به ما میگه که در واقع این روش در واقع در ساختار طبابت بومی و محلی ما هم بوده، در آیین‌های ما هم هست. حالا فکر می‌کنم تو فرصت‌های بعدی و برنامه بعدی می‌تونیم بهش بپردازیم، مثلا آیین زار ما یا قصه توتی و بازرگان هم عین همینه، یک جابجایی نقشه. توتی نقش بازی دقیقاً نقش بازی میکنه به توتی دیگری که در قفسه یاد میده تو باید این بازی رو انجام بدی برای رهایی از این قفس. مرسی. بقیه بمونیم برای قسمت بعد ما رو دنبال کنیم مجموعه های با نمایش درمانی با مجید.